گریه یه ملت به خاطر فوت این خواننده جوون در اومد. کمتر کسی رو میشناسید که ندونه مرتضی پاشایی کیه. انقدر دوستش داشتن که وقتی خبر فوتش توی بیمارستان پخش شد، به عشق این خواننده محبوب خیابونا و متروهای تهران از شدت جمعیت جایی سوزن انداختن نبود. مرتضی متولد سال 1363 بود. کار حرفه‌ایشو از اواخر دهه 80 شروع کرد. انقدر علاقه به موسیقی داشت که از 14 سالگی گیتار دست میگیره و شروع میکنه به نوازندگی. نهایتاً با آهنگ یکی هست میترکونه و چنان قلب مردم رو به دست میاره که در عرض 2 سال با ثروت عجیب و غریبش به عنوان یکی از پولدارترین خواننده‌های موسیقی پاپ ایران شناخته میشه. جالبه بدونید انقدر طرفدار پیدا کرده بود که تو هر ماشینی که مینشستی ضبطش آهنگای مرتضی رو پخش میکرد. اما تو سال 92 بود که دکترها تشخیص دادن متاسفانه دچار سرطان معده شده. بهش گفتن باید هر چه زودتر جراحی کنه. اونم به عشق مردم و به خاطر اجرای آهنگ بغض جراحی و عقب میندازه و 100,000 حیف که همینم باعث میشه خیلی زود از پیشمون بره. اگه شما هم با آهنگاش خاطره دارید و طرفدارش بودید، اون قلبو قرمز کنید و یه جمله براش تو کامنت ها بنویسید.